خیلی مخلصم. میخوام توی این پارت از ویدیو بهت 3 تا فیلم جدید معرفی کنم. 3 تا فیلمی که هر کدومش رو اگه بخوای انتخاب بکنی و ببینی شک نکن برای چند ساعت هم که شده حسابی آدرنالین تو میبره بالا. 3 تا فیلم به شدت هیجانی و نفسگیر. پس قبل اینکه بریم 3 تا رو بهت معرفی کنم و در آخر بگم کدوم یک از فیلم‌ها ارزش دیدن بیشتری نسبت به اون دو تای دیگه داره، چنل منو حتما سابسکرایب کن. اگه ساب نداری هنوز زنگوله کنارش هم بزن. لایک این ویدیو یاد نره. منتظر چی؟ بزن بریم. فیلم شماره 1 رهایی. داستان این فیلم هیجانی در مورد یه زنی هستش که بعد از سالها تنهایی بلند میشه میره یه رستورانی سر یه قرار عاشقانه. اما بعد از یه چند دقیقه‌ای که از اون قرار میگذره میونه یه سری پیام‌های تهدیدآمیز روی گوشیش ظاهر میشن. Feet pics. It's a second date thing. و اون پیام‌ها به این شکله که بهش میگن اگه همین الان این کارهای خطرناک رو انجام ندی جون عزیزات خطر میافته. حالا این زن باید بفهمه کی داره بازیش میده و چجوری میتونه جونش رو نجات بده. So, how's this date going? نمره فیلم رهایی تو IMDb 6.2 شده و راتن تومیتوز 84% رو گرفته. اما نمره‌ای که منتقدین به این فیلم دادن 64 از 100. این فیلم محصول 2025 از کشور آمریکاست که میتونی همین الان از ربات چی ببینم تماشا کنی. فیلم شماره 2 آخرین نفس. این فیلم به شدت هیجانی و اگه ندیدی حتما ببین، چون داستانش بر اساس واقعیت با بازی وودی هریسون. فکر کن یه قفاسی هستی و میزنی به دل اقیانوس. وقتی میری تو عمق اقیانوس یه مشکلی برات به وجود میاد و همونجا گیر میافتی. Diver, in the water at 300 feet. Bell, do you copy? Comms check. Comms check. و کپسول اکسیژنت هم کم کم داره تموم میشه. حالا فیلم از دید رفیقات داره نشون داده میشه. رفیقای قفاست میخوان تمام تلاششون رو بکنن تا تو رو که عمق اقیانوس گیر افتادی نجات بدن. احتمال زیاد هر از گاهی وقتی داری سکانسای این فیلمو میبینی یه نفس عمیق بکشی. Umbilical, it's gonna snap. I will come back for you, but you have to get yourself back to the top. I can't rescue you if I can't find you. Understand? Just make sure I go. نمره فیلم آخرین نفس تو IMDb 6.6 شده و راتن تومیتوز 80% رو گرفته. و نمره‌ای که منتقدین به این فیلم دادن 65 از 100. این فیلم محصول 2025 از کشور آمریکاست. و در آخر فیلم شماره 3 همدم. داستان این فیلم هیجانی در مورد یه دختری به اسم آیریس که به همراه دوست پسرش و دوستاشون برای تعطیلات طبق روال فیلم‌های خارجی میرن یه کلبه خارج از شهر و داستان تازه از اینجا شروع میشه. The day I killed him. Just relax. آیریس متوجه میشه که رباته و داره از طریق یه برنامه‌ای که روی گوشی دوست پسرشه کنترل میشه. Are you breaking up with me? It's not you. It's me. از اینجا داستان فیلم به کل عوض میشه، چون آیریس حالا میخواد هوش مصنوعی خودش رو تقویت کنه و این برنامه رو تغییر بده تا بتونه جون خودش رو نجات بده و فرار کنه. Iris, wake up. What are you doing? Shut her down already. What is she talking about, Josh? نمره فیلم همدم تو IMDb 6.9 شده و راتن تومیتوز 93% رو گرفته و نمره‌ای که منتقدین به این فیلم علمی تخیلی یا هیجانی دادن 70 از 100.
این فیلم محصول 2025 از کشور آمریکاست که این فیلم رو هم میتونی از ربات چی ببینم تماشا کنی. خب حالا بریم ببینیم که کدوم یک از این 3 تا فیلمو ما بهتره ببینیم، یا حالا میخواید دانلود کنید کدوم اول دانلود میکنید. اگه بر اساس نمره فقط فیلمو نگاه میکنید، تو رتبه 3 این لیست فیلم رهایی، تو رتبه 2 آخرین نفس و رتبه اولم فیلم همدم. اما اگه بر اساس نظر مخاطبین ایرانی که کامنت گذاشتن زیر فیلم‌ها ما دسته‌بندی کنیم، رتبه 3 توی این لیست میرسه به فیلم رهایی، رتبه 2 میرسه به فیلم همدم و رتبه اولم فیلم آخرین نفس. مطمئنا چون داستانش واقعیه رتبه اول گرفته. به هر حال هر 3 تا فیلم تو ژانر خودشون واقعا قشنگه که امسال اومده و به شدت هیجانی و سرگرمت میکنه. خودت از بین این 3 تا فیلم کدومو دیدی و کدومو به مخاطبا پیشنهاد میدی؟ حتما تو کامنت ها بنویس و لایک ویدیو، سابسکرایب چنل و زنگوله بغلش هم یادت نره. تا ویدیوهای بعدی و معرفی 3 فیلم یا 3 سریال دیگه، خیلی دوست دارم.